پشت پرده ماجرای درگیری لفظی ترامپ و زلنسکی چیه؟ در مورد تحقیر زلنسکی توسط ترامپ و معاونش JD Vance، اونچه که همه دیدیم در ظاهر عبارت بود از این که زلنسکی رفته بود معادن اوکراین رو به آمریکا بده تا در عوض آمریکا برای آتش‌بس پادرمیانی کنه. اما یک دفعه گفت که ما تضمین می‌خوایم که پوتین دوباره به ما حمله نکنه. ترامپ هم بهش گفت تو در شرایطی نیستی که برای ما تعیین تکلیف بکنی و کارتی برای بازی کردن نداری. JD Vance هم این به این بهش گفت که تو خیلی ناسپاسی که این همه بهت کمک کردیم اما یه تشکر خشک و خالی از ما نکردی. این وسطا یکی از خبرنگارا بهش گفت چرا کت و شلوار نپوشیدی، مگه کت و شلوار نداری؟ و بعد هم یک سری از رسانه‌ها گفتن که زلنسکی رو از کاخ سفید انداختنش بیرون، یک سری هم گفتن که خودش رفته. اما پشت پرده این داستان برمیگرده به دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه حدود 10 روز پیش، یعنی آخرین روز بهمن ماه، با وزیر خارجه آمریکا در ریاض عربستان. اونجا توافقاتی بین آمریکا و روسیه اتفاق افتاد که به نظر میرسه آینده منطقه رو دستخوش تغییراتی میکنه. البته روسیه برای اینکه کشورهای منطقه رو هم از تغییر ریل خودش مطلع کنه، یک شنبه هفته گذشته لاوروف رو سر راهش به ترکیه به تهران هم فرستاد تا مطالب مهمی رو با دستگاه دیپلماسی ایران در میان بگذاره. اما اصل مطلب اینه که دغدغه اولویت دار آمریکا مقابله با چینه. بنابراین برای شکستن اتحاد روسیه و چین و البته بعضی متحدان دیگه مثل ایران حاضر شده به روسیه امتیازاتی بده تا اصطلاحاً روس‌ها رو منفعل و بی‌عمل کنه. و وقتی خیالش از روس‌ها راحت شد با فراغ بال به خدمت چینی‌ها برسه. بنابراین کل نمایش دیشب در راستای توافق آمریکایی‌ها و روس‌ها بود و الا ترامپ به عنوان سیاستمداری که 2 بار تا ریاست جمهوری آمریکا رسیده کسی نیست که جلوی دوربین‌ها در مقابل یک آکتور اوکراینی از کوره در بره. این توافق همونطور که در چند روز گذشته هم شاهد بودید حتما بر اقتصاد ایران و جهان به خصوص قیمت طلا و کریپتوکارنسی ها اثراتی میگذاره. سعی میکنم این اثرات رو در یک ویدئوی دیگه براتون توضیح بدم.